اگر ما به همان دختر غریب کمک کنیم او فاحشه نخواهد شد. اگر ما به همان دختری که احتیاجمند یک لقمه نان است زکات بدهیم او فاحشه نخواهد شد. اگر ما به همان دختری که به ما اعتماد می کند خیانت نکنیم و همراهش نکاح کنیم او فاحشه نخواهد شد. اگر ما خواهر و مادر، همسر و دختر خود را همیشه مد نظر داشته باشیم هیچ دختر فاحشه نخواهد شد. و خیلی اگرهای دیگر. اصلا فاحشه کیست؟ فاحشه بودن مخصوص زنان نیست. تنها به فاحشگی زنانی که هر شب تنی خود را به یک نفر میبخشند باور نکردنی است. اصلا فاحشه کیست؟ فاحشه مردی است که عفت دختری را به جرم سادگیش داغدار می کند. فاحشه مردی است که سالها عمر خود را با زنان بیگانه می گذراند. فاحشگی زن